سلام به دوستای گلم. امروز میخوام باقالی پلو به روش کته‌ای بذارم. در ابتدا باقالی ها رو به مدت 5 دقیقه در یه ظرف جدا توی آب میذاریم بجوشه و کف روی باقالی ها رو حتما جدا کنید، چون همین کف باعث بدبو شدن غذاتون میشه. پس حتما جدا بشه و آبکش میکنم و یه کوچولو روش رو آب میگیرم. حالا بریم سراغ کته. برنج رو شستم، به مقدار لازم آب، نمک و روغن رو اضافه کردم و با حرارت متوسط میذاریم تا برنج بپزه و آب برنج تا حدی که خشک شد بهش باقالی ها رو اضافه میکنم و خیلی آروم هم میزنم تا برنجمون له نشه. کمی که آب برنجمون خشک‌تر شد بهش شوید رو اضافه کردم که من اینجا از شوید خشک استفاده کردم که سلیقه شما اگه دوست داشتی شوید تر استفاده کنید. حالا توی یه ظرف دیگه روغن رو ریختم و روی روغن کنجد ریختم و کمی هم نمک و برای تهدیگ اومدم از سیب زمینی ورقه‌ای من استفاده کردم. سیب زمینی ها رو میچینم و با حرارت زیاد میذارم یه کوچولو سرخ بشن. حالا برنج رو میریزم روی سیب زمینی ها و در آخر یه کوچولو شوید هم باز ریختم روش و از زعفران دم شده هم استفاده کردم که عطر و طعم غذا رو بی‌نظیر میکنه. مرسی که همراه هم بودین. نوش نگاهتون.